بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. بیولوژی صنف دهم فصل 5 را انشاءالله با هم کار میکنیم. به جلسه سوم از فصل 5 رسیدیم. در رابطه با اساسات ژنتیک با هم صحبت میکردیم. در این قسمت انشاءالله با مربع پونت آشنا میشیم و با آن کار میکنیم. با کروموزوم و ژن آشنا میشیم. مربع پونت. در جلسات گذشته مطالعات مندل را با هم بررسی کردیم و فهمیدیم که به ارث رسیدن صفات و خواص به الیل‌های هر موجود بستگی دارد. در این قسمت به بقیه مطالعاتی که دانشمندان مختلف در زمینه علم ژنتیک انجام دادند میپردازیم. یکی از مهمترین مطالعاتی که در علم ژنتیک کارساز و راهگشا بود مربع پونت بود. مطالعاتی که دانشمندی به نام پونتون را انجام داد. خب بر اساس مربع پونت ما اگر ژنوتایپ والدین را داشته باشیم می توانیم به کمک مربع پونت ژنوتایپ و فنوتایپ نسل بعدی اونها را پیش بینی کنیم. اساس مربع پونت همان چیزهایی است که شما در مطالعات مندل را آموخته اید. در این قسمت ما از اون اساسات کمک میگیریم و بعد به کمک مربع پونت نسل بعد اونها را تشخیص میدهیم. خب به سوالی که برای شما تهیه شده دقت کنید. اگر موشونگ گل ارغوانی خالص با موشونگ گل سفید با هم تزویج شود، ژنوتایپ و فنوتایپ نسل بعد را مشخص کنید. گفتیم که برای مربع پونت ما به ژنوتایپ والدین نیاز داریم. پس بنابراین این داده ها که فنوتایپ ما می باشد باید تبدیل به ژنوتایپ شود. گل ارغوانی خالص. گفتیم که برای ژنوتایپ باید 2 الیل داشته باشیم و این 2 الیل ما باید با حروف انگلیسی باشد. اگر فنوتایپ مد نظر ما فنوتایپ غالب است حروف بزرگ و اگر فنوتایپ مغلوب است حروف کوچک. از مطالعات قبلی که داشتید حتما به خاطر دارید که رنگ ارغوانی در گل موشونگ رنگ غالب است. من برای این فنوتایپ حرفی بی را انتخاب میکنم و چون گفته خالص، اگر به یاد داشته باشید خالص یا هوموزیگوس یعنی هر 2 الیل آن باید مثل هم باشد، یعنی هر دو باید بی بزرگ باشد. و گل سفید هم که فنوتایپ مغلوب را نشان میدهد. برای ظاهر شدن فنوتایپ مغلوب باید هر 2 الیل حرفی کوچک باشد، الیلی کوچک. خب حالا می رویم به سراغ مربع پونت. مربع پونت جدولی است که از 4 خانه تشکیل شده. 4 خانه برای مواردی است که ما با آن کار میکنیم که فقط یک صفت را که 2 حالت بیشتر ندارد مد نظر میگیریم. به تعداد الیل هایی که برای یک صفت تصور می شود مربع پونت می تواند گسترش پیدا کند. در مربعی که ما می کشیم یک ذیل آن را برای یکی از والدین که من این ذیل را برای گل ارغوانی در نظر می گیرم و ذیل دیگر آن را یعنی این ذیل را من برای گل سفید در نظر می گیرم. خب گل ارغوانی ما الیل های B بزرگ و B بزرگ را داشت. B بزرگ و B بزرگ اگر از مطالعات مندل به خاطر داشته باشید گفتیم که هر یک از والدین در هنگام تولید گامیت فقط یکی از الیل های خود را به گامیت می دهد. یعنی این والد 2 گامیت تولید می کند که در هر کدام یک B بزرگ دیده می شود. پس اینجا یکی از این گامیت ها را می گذاریم و اینجا هم گامیتی دیگر را می گذاریم. اما گل سفید هم 2 نوع گامیت تولید می کند. در یک گامیت یک بی کوچک و در گامیت دیگر یک بی کوچک. البته اینا هر دو یک نوع است ولی 2 گامیت تولید خواهد شد.
خب یک بی کوچیک را در خانه میذاریم، بی کوچیک دیگر را در خانه بعدی. خب معلوم شد که هر ضلع مربع پانید به وسیله چه گامیت‌هایی اشغال می شود. حالا سوالی که مطرح می شود این است: گفتیم که برای تولیدی نوزاد یا تولیدی فرزندی جدید لازم است که یک گامیت از یک والد و گامیت دیگر از والد دیگر وارد شود. خب ما این احتمال را در نظر می گیریم که این گامیت از والد گل ارغوانی با این گامیت از والد گل سفید با هم یک جا شود، یعنی بی بزرگ در کنار بی کوچیک. احتمال دیگر این گامیت از گل ارغوانی در کنار این گامیت از گل سفید قرار بگیرد، در کنار این گامیت از گل سفید قرار بگیرد. احتمال بعدی باز یک گامیت از گل ارغوانی و یک گامیت از گل سفید، باز یک گامیت از گل ارغوانی و گامیت دیگه از گل سفید. خب دقت کنید، خانه های جدول پر شد. در هر ضلع جدول یکی از والدین را به صورت گامیت مشخص کردیم. این گامیت ها مربوط به گل ارغوانی خالص است و این گامیت ها مربوط به گل سفید خالص. در هر کدام از خانه ها گفتیم که یک گامیت از پدر، یک گامیت از مادر، یک گامیت از گل ارغوانی، یک گامیت از گل سفید را کنار هم چیدیم. چیزی که به دست می آید احتمالاتی است که در مورد نسل بعد پیش بینی می شود. خب ببینیم که در نسل بعد چی حاصل می آید. تمام خانه های جدول با یک فرم ژنتیکی یا با یک ژنوتایپ پر شده، بی بزرگ بی کوچک. خب شما از این بی بزرگ بی کوچک چی می فهمید؟ نسل بعد این گل ها به خاطر وجود بی بزرگ باید حالت غالب را نشان دهد و به خاطر اینکه یک آلیل بی کوچک دارد ناخالص یا هتروزیگوس محسوب می شود. از نظر رنگ غالب رنگ ارغوانی است. پس فونوتایپ نسل بعد اینها ارغوانی خواهد بود و ژنوتایپ اونها قالبی ناخالص، یعنی بی بزرگ بی کوچک. ما به جواب سوال خود رسیدیم. تمام افراد نسل بعد در این آمیزش ناخالص قالب و برنگ گلی ارغوانی خواهد بود. سوال دیگر را با هم بررسی میکنیم. اگر نسل F1 با هم تزویج کنند، ژنوتایپ و فونوتایپ F2 را تعیین کنید. نسل F1 مندل را به خاطر دارید؟ نسل F1 مندل را اگر با حرف B نشان دهیم به صورتی B بزرگ B کوچک خود را نشان میداد. نسل پرنس نسل خالص بود و نسل، بگذارید یک یادآوری کرده باشیم، اگر به خاطر داشته باشید نسل پرنس در مطالعات مندل نسل خالص بود. از ترکیب این نسل خالص نسل F1 به دست می آمد. این نسل F1 ما بود. خب نسل F1 همه از نظر فونوتایپ غالب را نشان میداد و از نظر ژنوتایپ گفتیم که حالتی ناخالص داشت، چون یک الیل از یکی از والدین که مغلوب بود دریافت کرده بود. حالا گفته اگر نسل F1 را با خودش تزویج کنیم، با هم نسل خودش، یعنی با همون ژنوتایپی که در خودش موجود است تزویج کنیم، نسل F2 را محاسبه کنید. از طریق جدول پانید میخواهیم نسل F2 را به دست آوریم. خب این هم جدولی پانید با 4 مربع. گفتیم که در هر ضلع جدولی پانید باید گامیت های والدین را در نظر بگیریم. برای ما این یکی از والدین به شمار می رود و این هم والدینی دیگر. هر دوی اینها گامیت های مشابه تولید می کند. پس ما فقط کافی است که گامیت های یکی را محاسبه کنیم. خب هر آلیل وارد یک گامیت می شود. پس این را به دو شاخه می کنیم. این یک گامیت، این هم گامیتی دیگر. در یکی از این خانه ها، در یکی از این گامیت ها بی بزرگ و در گامیتی دیگر بی کوچیک وارد می شود. خب پس والدین در این شاخه دو نوع گامیت دارد، بی بزرگ بی کوچک، و
و در این قسمت هم دو نوع گامیت دارد، بی بزرگ بی کوچک، چون هر دو والد از نظر ژنوتایپ شبیه هم هستند. خب حالا ببینیم که تکلیف زاده ها چیست. در خانه اول بی بزرگ از یک گامیت و بی بزرگ از گامیت دیگر وارد می شود. ژنوتایپ می شود بی بزرگ بی بزرگ. در خانه دیگر بی بزرگ از یک گامیت و بی کوچک از گامیت دیگر. در خانه بعدی دوباره بی بزرگ از یک گامیت و بی کوچک از گامیت دیگر. در خانه آخرم دو بی کوچک با هم وارد می شود، یکی از یک والد و دیگری از والدی دیگر. خب زاده های مسئله را پیدا کردیم. حالا می خواهیم نسبت هر کدام را بسنجیم. کل خانه های جدول ما 4 خانه است. از این 4 خانه هر کدام از اینها یک خانه از جدول را اشغال کرده. یعنی 1/4 جدول بی بزرگ است، 1/4 جدول بی کوچک است، بی بزرگ بی کوچک هم 1/4 دهی خانه است و 1/4 دهی خانه. حالا مجموع اینها را محاسبه میکنیم. 1/4 جدول ما بی بزرگ است، 1/4 اینجا و 1/4 هم اینجا. 2/4 جدول ما بی بزرگ بی کوچک است و 1/4 جدول هم بی کوچک. این ژنوتایپ هایی است که ما با نسبت های اون به دست آوردیم. حالا دنبال فنوتایپ ها میگردیم. گفتیم که اگر حرفی بزرگ در ژنوتایپ دیده شود نشان دهنده صفتی غالب است. پس این ژنوتایپ به ما نشان میدهد که این صفت غالب است. از نظر خالص یا ناخالص بودن، چون هر دو علیل همانند هم است، این صفت هم غالب است و هم خالص است. صفتی غالبی خالص کدام رنگ را نشان میداد؟ رنگی ارغوانی. خب اینجا یک بی بزرگ داریم، یک بی کوچک. بی بزرگ چون وجود دارد پس صفتی غالب ظاهر می شود. اما از نظر ژنوتایپی چون دو علیل مختلف داریم این صفت ناخالص است. خب با وجود اینکه صفت ناخالص است اما چون علیل غالب در صفت وجود دارد چه رنگی ظاهر خواهد شد؟ بله رنگی ارغوانی. اما در این مورد صفتی که علیلی که داریم علیلی مغلوب است و هر دو علیل هم مشابهی هم است، پس می شود مغلوب خالص. مغلوب خالصی ما همیشه رنگی سفید را ظاهر می کند. پس بنابراین از تزویج نسل F1 ژنوتایپ های بی بزرگ به نسبت 1/4 1/4، ژنوتایپ های بی بزرگ بی کوچک به نسبت 2/4 و ژنوتایپ بی کوچک به نسبت 1/4 پیدا میشه که از این نسبت بی بزرگ و بی بزرگ بی کوچک رنگ ارغوانی را نشان میده و بی کوچک رنگی سفید را ظاهر میکند. مسئله دیگر را دقت کنید. اگر نباتی موشونگی ناخالصی دانه زرد و نباتی موشونگی دانه سبز با هم تزویج شوند، ژنوتایپ و فنوتایپ زاده ها را مشخص کنید. اول باید ژنوتایپ والدین را پیدا کنیم. نباتی موشونگی دانه زرد. شما میدانید که دانه زرد رنگی غالب است. پس من بی بزرگ را برای رنگ غالب انتخاب میکنم. این که علیل دیگر چی باشد بستگی به خالص یا ناخالص بودن اون دارد. چون گفتن ناخالص پس بنابراین بی کوچک را در کنارش قرار میدهم. اما نباتی موشونگی دانه سبز میدانم که مغلوب است و فنوتایپ مغلوب همیشه باید دو علیل مشابه هم داشته باشد. حالا که والدین به دست آورد میتوانم جدول پانیت را طراحی کنم. برای جدول پانیت نیاز به گامیت های والدین دارم. یکی از والدین را انتخاب میکنیم.
خب این والد میتواند 2 گامیت برای ما تولید کند، گامیتی B بزرگ و گامیتی B کوچک. اینها را در این ضلع جدول قرار میدهم. خب حالا که کمی پیشرفت کردیم و با جدول آشنا شدیم، بیایید کار خود را آسان‌تر کنیم. گامیت B کوچک 2 گامیت تولید می کند، اما هر دوی آنها B کوچک است. پس بیایید کار را آسان کنیم. قسمت را پاک می کنم، دوباره می نویسم. دقت کنید، می گویم فقط 1 گامیت تولید می شود، یا به عبارت 1 نوع گامیت تولید می شود، چون از نظر ژنوتایپی B کوچک با B کوچک فرقی نمی کند. جدول کوچکتر می شود و کار آسان تر می شود. یک خانه از جدول را پاک می کنم. خب کار آسان تر شد. B بزرگ از والدی قبلی، از این والد، و B کوچک هم از والدی دانه سبز. اینجا هم B بزرگ B کوچک B کوچک از والدی دانه زرد و B کوچک دیگر از والدی دانه سبز. حالا اینها را بیایید از نظر ژنوتایپی، از نظر نسبت با هم مقایسه کنیم. کل خانه های جدول ما 2 خانه است. از این 2 خانه 1 خانه مربوط به B بزرگ B کوچک و 1 خانه مربوط به B کوچک B کوچک است. پس می توانیم بگوییم 1/2 داده ها B بزرگ B کوچک است و 1/2 زاده ها B کوچک B کوچک است. این شد ژنوتایپ ما. از نظر فنوتایپی B بزرگ B کوچک به خاطر وجود B بزرگ این فنوتایپی غالب است و چون 2 علیل متفاوت دارد ناخالص محسوب می شود. خب فنوتایپی غالب حتی اگر ناخالص باشد باز هم رنگی زرد را نشان می دهد. رنگی دانه‌ای زرد. B کوچک حالتی مغلوب را نشان می دهد. گفتیم حرف کوچک همیشه مغلوب است و همیشه حالت مغلوب باید 2 علیل مشابه داشته باشد. پس این مغلوبی خالص است و رنگ مغلوب طبق سوال رنگی دانه‌ای سبز را به ما نشان می دهد. خب دوستان، امیدواریم که با مسئله هایی که حل کردین با کار با مربع پانیت به خوبی آشنا شده باشید. و شما توصیه میکنم هر کدام از مسئله ها را دوباره در پیش خود حل کنید، چون که ما با مربع پانیت بسیار کار داریم. در جلسات آینده هم از آن استفاده خواهیم کرد. امتحانی تزویج. کسانی که با احشام و نباتات کار میکنند معمولاً به دنبالی به دست آوردنی بهترین محصول هستند. به همین دلیل به دنبال این هستند که صفاتی خالص را پیدا کنند و اونها را برای تزویج انتخاب کنند تا به این وسیله بتوانند نسل‌های بهتر و پربارتری را پرورش دهند. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر موجودی که صفتی بارز را نشان می‌دهد خالص باشد، در تمام نسل بعدی اون صفتی بارز مشاهده خواهد شد. اما اگر ناخالص باشد به نسبت 1/4 صفتی مغلوب خود را نشان خواهد داد. شما این را در مطالعات مندل متوجه شدید که صفتی مغلوب اگر که موجود والدین ناخالص باشند، صفتی مغلوب در نسل بعدی آنها به نسبت 1/4 ظاهر می شود. به همین خاطر برای اینکه هزینه ها و زحمات اونها ضایع نشود، معمولا موجودی که صفتی بارز را ظاهر می کند موردی آزمایش قرار می دهند برای اینکه بفهمند ژنوتایپ او حالتی خالص داشته یا حالتی ناخالص. ژنوتایپ خالص را برای ادامه نسل قرار می دهند و ژنوتایپ ناخالص را برای مصرفی مردم می فرستند. خب چطور می شود این کار را انجام داد؟ به مثال دقت کنید.
نبات قد بلند آیا خالص است و ژنوتایپی تی بزرگ دارد یا ناخالص است یا تی بزرگ و تی کوچک به حساب می آید؟ این سوالی است که در امتحان تزویج به آن پاسخ داده می شود. خب، برای پاسخ به این سوال یک راه بسیار ساده وجود دارد. این نبات را با یک گیاه نباتی قد کوتاه به نام تی کوچک تزویج می کنند. شما می توانید حاصل این تزویج را با مربع پانیت بررسی کنید و متوجه شوید که چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. اولین مربع را دقت کنید. نبات قد بلند اگر تی بزرگ باشد با نبات قد کوتاه، فرق قد بلند و قد کوتاه از نظر ژنوتایپ چیست؟ قد بلند به خاطر اینکه فنوتایپ غالب را نشان می‌دهد می‌تواند دو ژنوتایپ را شامل شود، هم تی بزرگ و هم تی بزرگ تی کوچک. اما قد کوتاه به خاطر اینکه فنوتایپ مغلوب را نشان می‌دهد، یقینا فنوتایپ آ یک چیز بیشتر نیست، تی کوچک. به همین دلیل نباتی مغلوب انتخاب می شود، قد کوتاه انتخاب می شود تا یک طرف جدول برای ما روشن باشد. خب، پس یک طرف جدول روشن است، تی کوچک، طرف دیگه جدول تی بزرگ. حالا اگر گامیت ها را کنار هم بچینیم در تمام خانه های جدول تی بزرگ تی کوچک ظاهر می شود. یعنی همه افراد این زاده ها قد بلند دارند، فنوتیپ قد بلند در آنها ظاهر می شود که فنوتیپ غالب است و اما همه به صورت ناخالصند که فعلا ناخالص بودن او برای ما اهمیتی ندارد. فنوتیپ غالب اونها نشان می دهد که والدین آنها خالص بوده است. اما در جدول دوم باز نباتی که مورد آزمایش است، نباتی که ما برای آزمایش انتخاب کرده ایم یک نباتی است که قد بلند دارد، منتها مورد نظر ما این است که این نبات قد بلند ناخالص باشد، تی بزرگ تی کوچک. خب، نبات دیگر را که تی کوچک انتخاب میکنیم طبق اون چی که قبلا تعیین کردیم. جدول پانیت را رسم میکنیم، گامیت ها را کنار هم میچینیم. 1/2 این جدول یا به عبارتی 2/4 این جدول صفتی بارز را نشان میدهد، یعنی تی بزرگ تی کوچک، و 2/4 دیگر صفتی مغلوب را نشان میدهد، یعنی تی کوچک. پس نتیجه این جدول به این شرح خواهد شد که نصفی زاده ها قد بلند و نصف دیگر زاده ها قد کوتاه خواهد بود. بنابراین اگر موجودی که صفتی بارز را نشان میدهد با موجودی که صفتی مغلوب را نشان میدهد تزویج کنیم و نتایج آن همه صفت غالب باشد، به این معناست که موجودی بارز ما خالص بوده است. اما اگر در میان زاده ها صفت مغلوب ظاهر شد، به این معناست که موجودی بارز ما ناخالص بوده است، علیل مغلوب را داشته که در میان زاده های او ظاهر شده است. پس بنابراین با این امتحان تزویج می شود نشان داد که موجودی که صفتی بارز را دارد آیا خالص است یا ناخالص. بحث بعدی در رابطه با احتمال و وراثت است. شما شاید قوانین مربوط به احتمال را در درس ریاضیات خود خوانده باشید، اما در بحث وراثت ما از ریاضیات کمک میگیریم. علاوه بر مربع پانیت، بحث حساب احتمال هم به ما کمک میکند تا نتایج تزویج را پیش بینی کنیم. احتمال را به شکل عددی 1/1، به شکل کسری 1/1 یا به شکل فیصدی 100% نشان میدهند. فرمول احتمال: در هر حالت فرمول احتمال یک مورد بیشتر نیست و اون حالتی است که مجموعی حالت‌هایی که ممکن است اتفاق بیفتد در مخرج و حالت‌هایی که برای ما مد نظر است در صورت قرار می‌دهیم. خب، با یک مثال بحث احتمال را انشاءالله روشن می‌کنیم. فرض کنید در یک کیسه 40 عدد سیب زرد و 60 عدد سیب سرخ وجود دارد.
احتمال اینکه دستتان را به درون کیسه ببرید و یک سیب زرد بردارید چقدر است؟ احتمال بیرون آمدنی سیب سرخ چقدر است؟ خب بیاید پاسخ همین دو سوال رو پیدا کنیم. گفتیم مجموع حالتهای ممکنه را در مخرج کسر قرار می دهیم. مجموع حالتهای ممکنه را در مخرج کسر قرار می دهیم که 100 است و مجموع حالتهایی که مورد نظر ماست یا نتیجه کار ماست را در صورت قرار می دهیم که اینجا 40 است. شد 40%. می توانیم به صورت 40% پاسخ مسئله را بدهیم یا اعداد را ساده کنیم و به کسر 2/5 برسیم. این احتمال بیرون آمدن سیب زرد. اما احتمال بیرون آمدن سیب سرخ، باز در مخرج کسر کلی احتمالات ممکن، یعنی 100 سیب داریم، پس 100 حالت امکان دارد. از میان این 100 حالت 60 حالت آن مربوط به سیب سرخ است. پس این 60 حالت را در صورت قرار می دهیم. به صورت 60% می توانیم به سوال پاسخ دهیم یا اینکه کسر را ساده کنیم به صورتی 3/5 جواب دهیم. خب سوال دیگر از همین مسئله، احتمال بیرون آمدن یک سیب زرد و یک سیب سرخ. یعنی فرض کنیم که همزمان دست را داخل کیسه کنیم و 2 سیب بیرون بیاوریم که و بخواهیم یکی از آنها زرد و دیگری سرخ باشد. خب احتمال اینکه سیب زرد بیرون بیاید 2/5 است و احتمال اینکه سیب سرخ بیرون بیاید 3/5. این را در همین مسئله قبلی حل کردیم. احتمالی که هم سیب زرد بیرون بیاید و هم سیب سرخ، باید این دو احتمال را در هم ضرب کنیم. 5 ضرب 5 25 و 2 ضرب 3 6. پس 6/25 احتمال دارد که وقتی 2 سیب بیرون می آوریم یکی زرد باشد و دیگری سرخ باشد. احتمال بیرون آمدن 2 سیب زرد، 1 سیب سرخ. خب هر سیب زرد احتمال بیرون آمدنش 2/5 است و هر سیب سرخ احتمال بیرون آمدنش 3/5. هر احتمال را در احتمالات دیگر ضرب می‌کنیم. حاصل ضرب 12/125 خواهد بود. نکته‌ای که باید دقت کنیم در این مسئله، ما هر سیبی را که برمی‌داریم دوباره آن را به کیسه پس برمیگردانیم و این دلیل که مجموعی که مواد داخل کیسه کم و زیاد نشده باشد و مجموع احتمالات ما همان 100 باشد. دوم اینکه برداشتن هر سیب به صورتی مستقل از سیب‌های دیگر است و برداشتن یک سیب اثری بر سیبی بعدی ندارد. خب شما با قوانین اصلی احتمالات آشنا شدید. حالا بیاییم یک مسئله را از ژنتیک بر اساس اصول احتمالات با هم حل کنیم. نبات موشونگ با رنگ گل ارغوانی ناخالص گرده‌افشانی خودی انجام داده. احتمال وجود گل سفید در میان زاده ها، احتمال وجود گل ارغوانی خالص، وجود گل ارغوانی ناخالص، وجود گل ارغوانی. ما می توانیم به تمام این سوالات به وسیله احتمالات به آسانی پاسخ دهیم. خب دوباره باید اول ژنوتایپ والدین را به دست آوریم. نبات موشونگ با رنگ گل ارغوانی ناخالص. گل ارغوانی یعنی بی بزرگ را باید داشته باشد و ناخالص بودن آن به معنای وجود یک بی کوچک در کنار بی بزرگ است. وقتی میگوید گرده‌افشانی خودی انجام داده، یعنی هر دو والد همین فنوتایپ را، همین ژنوتایپ را دارد. خب در این مرحله باید باز هم مثل جدول پانیت گامیت های والدین را تعیین کنیم. منتها اینجا در تعیین گامیت احتمال هر گامیت را هم محاسبه میکنیم. هر کدام از این والدین میتواند 2 نوع گامیت تولید کند. خب 2 نوع گامیت تولید کند، نه 2 گامیت. 2 نوع گامیت میتواند تولید کند. پس کل حالت های ممکن ما 2 حالت است. این یک حالت، این هم حالتی دیگر. در هر کدام از این حالت ها من یک مخرج 2 قرار می دهم. 1/2 احتمال دارد که گامیت بی بزرگ واردی علیل بی بزرگ وارد گامیت شود و 1/2 هم احتمال دارد که
علیل B کوچک وارد گمیت شود. پس احتمال هر کدام از این گمیت ها 1/2 است و در دیگری هم به همین نسبت. یک گمیت B بزرگ، یک گمیت B کوچک. کل حالت های ما 2 حالت است. دارم بر اساس احتمالات حل میکنم با همون فرمولی که چند دقیقه پیش با هم بررسی کردیم. کلی حالت های ما 2 حالت است. از این 2 حالت یک حالت B بزرگ است و یک حالت B کوچک. در مسئله قبل گفتیم وقتی میخواهیم یک سیب سرخ و یک سیب زرد با هم از کیسه خارج شود، احتمال سیب سرخ را در احتمال سیب زرد ضرب میکنیم. در اینجا هم همین کار را انجام میدهیم. مثلا وقتی میخواهیم علیل B بزرگ با علیل B کوچک از اینجا با هم وارد کیسه شود، این 2 احتمال را با هم ضرب میکنیم. از اینجا B بزرگ و از اینجا هم B بزرگ. خب این B بزرگ با احتمالی 1/2 و این B بزرگ با احتمالی 1/2 می آید که در مجموع 1 ضرب 1 1 و 2 ضرب 2 4 می شود. پس بنابراین 1/4 احتمال دارد که گمیت B بزرگ در اینجا حاصل شود. خب احتمال دیگر را در نظر می گیریم که این گمیت از این والد با گمیتی از این والد ترکیب شود، با گمیت دیگه این والد. از اینجا B بزرگ، از اینجا B کوچک. خب احتمال گمیت اول 1/2 1/2 و احتمال گمیت دوم هم 1/2 که می شود که می شود 1/4. خب این گامیت دیگر احتمالی برایش قابل محاسبه نیست. به سراغ گامیت دوم می رویم. این گامیت از این والد و گامیتی از این والد، یعنی یک B بزرگ از این گامیت و یک B کوچک از این گامیت. احتمال B بزرگ 1/2، احتمال B کوچک هم 1/2 که می شود 1/4. گامیت B کوچک را در کنار گامیت B کوچک از این والد قرار می دهیم. B کوچک 1/2 از این گامیت با 1/2 از گامیت دیگر که می شود 1/4. حالا داده ها را فنوتیپ های اون را تعیین می کنیم. 1/4 فنوتیپ ژنوتایپ B کوچک به دست آوردیم. ژنوتایپ B بزرگ B کوچک 1/4 اینجاست. B کوچک B بزرگ 1/4 اینجاست. 1/4 با 1/4 اگر جمع شود، جمعی هر دو با هم می شود 2/4. 2/4 B بزرگ B کوچک و یک ژنوتایپ هم اینجا داریم 1/4 B بزرگ B بزرگ. حالا اینها را سعی میکنیم به سوالات خود پاسخ دهیم. احتمال وجود گل سفید در میان زاده ها. کدام یک از اینها فنوتایپ گل سفید را به ما نشان میدهد؟ B کوچک. پس احتمال آن 1/4 است. احتمال وجود گل ارغوانی خالص در میان زاده ها. خب از میان زاده های ما این فنوتایپ ارغوانی خواهد بود و این فنوتایپ هم ارغوانی خواهد بود به خاطر وجود علیل بارز. اما کدام یک خالص به حساب می آید؟ این یکی. پس بنابراین فنوتایپ خالص هم 1/4 خواهد بود. احتمال وجود گل ناخالص در میان زاده ها. خب گل ناخالص هم فقط یک فنوتایپ هست که یک ژنوتایپ هست که حالتی ناخالصی را نشان می دهد و مقدار آن 2/4 است. احتمال وجود گل ارغوانی در میان زاده ها. گفتیم که فنوتایپی B بزرگ B کوچک و B کوچک رنگ ارغوانی را نشان می دهد. خب 2/4 اینجا داشتیم، 1/4 اینجا، جمع اونها با هم 3/4 می شود. خب دوستان مسئله به ظاهر پیچیده بود ولی آسان شد. یک مسئله دیگه از این دست حل کنیم انشاءالله که آخرین مسئله باشد. از تزویج موشی خاکستری خالص با موشی سیاهی ناخالص. احتمال وجود موش خاکستری در میان زاده ها، احتمال وجود موش سیاه، احتمال وجود موش سیاهی خالص در میان زاده ها. خب
اما پاسخ این مسئله، میخواهیم مسئله را از طریق احتمال حل کنیم. برمیگردیم دوباره والدین را از نظر ژنوتایپ بررسی میکنیم. در رابطه با گیاه موشونگ تقریبا تمام صفات آن را از قبل مطالعه کردیم و میدانیم کدام صفت غالب است، کدام صفت مغلوب. اما موش خاکستری تا به حال در برنامه درسی ما نبوده است. باید از روی خود مسئله غالب و مغلوب بودن صفت را پیدا کنیم. خب، یک موش خاکستری خالص داریم که هم میتواند غالب باشد هم مغلوب، و یک موش سیاهی ناخالص داریم. ناخالص بودن نشان میدهد که هر دو علیل را با هم دارد. پس من میتوانم بی بزرگ بی کوچک را به موشی ناخالص بدهم. اگر موش سیاه ناخالص باشد، بنابراین این بی بزرگ مربوط به رنگی سیاه خواهد بود. بنابراین رنگ خاکستری حتما مغلوب است و اگر مغلوب باشد ژنوتایپ آن بی کوچک خواهد بود. معما آسان شد. حالا فهمیدیم که رنگ خاکستری مربوط به رنگ مغلوب و بی کوچک است و رنگ سیاه مربوط به رنگ غالب است. یعنی سیاه خالص ما باید بی بزرگ باشد. خب، حالا می رویم سراغ بحثی احتمال. یکی از والدین ژنوتایپی بی بزرگ بی کوچک را دارد، والد دیگر ژنوتایپی بی کوچک. والدی که ژنوتایپ بی بزرگ بی کوچک را دارد دو نوع گامیت تولید می کند. پس برای آن دو احتمال وجود دارد، دو حالت وجود دارد. از این دو حالت یک حالت آن مربوط به بی بزرگ و حالت دیگر آن مربوط به بی کوچک است. اما والدی که بی کوچک است فقط یک احتمال برایش وجود دارد، همه گامیت های آن بی کوچک خواهد بود. بنابراین میتوانم بگذارم 1/1 بی کوچک. حالا احتمالات را محاسبه میکنیم. گفتیم یک گامیت از یک والد و گامیت دیگه از والدی دیگه. این دو گامیت را کنار هم قرار بدهیم، میشود بی بزرگ بی کوچک. 1/2 احتمالی بی بزرگ و 1/1 احتمالی بی کوچک. خب 1 ضرب 1 و 2 ضرب 1 2. احتمال دیگر 1 بی کوچک از این والد و بی کوچک از والد دیگر. 1/2 ضربی 1/1 که در ضرب 1/1 ضرب 1 ضرب 1 1 و 1 ضرب 2 2 می شود. خب نتیجه کار چی شد؟ 1/2 بی بزرگ بی کوچک و 1/2 بی کوچک. اینها را از نظر ژنوتایپی پیدا کردیم. حالا فنوتایپ اونها را با سوال مقایسه می کنیم. خواسته موش خاکستری. موش خاکستری یعنی فنوتایپی مغلوب بی کوچک. چه نسبتی از زاده ها می شود؟ 1/2. پس 1/2 زاده ها فنوتیپی مغلوب را نشان می دهد، یعنی موشی خاکستری. احتمال وجود موشی سیاه. موشی سیاه در میان زاده های ما، خب این که خاکستری باشد فنوتایپ غالب ما بی بزرگ است، می شود موشی سیاه. موش سیاه در اینجا 1/2 را شامل می شود. وجود این موش سیاهی خالص. فقط یک دسته موش سیاه داریم که اون هم به صورتی ناخالص ظاهر شده. پس وجود این موش سیاه خالص در این مسئله 0 است. پاسخ سوال 0. خب این مسئله هم به آسانی حل شد. امیدواریم که مسئله ها سخت نبوده باشد. یک مطلب کوتاه از بحث در رابطه با کروموزوم ها باقی مانده که انشاءالله توضیح آن را خدمت شما عرض میکنیم. میخواهیم جایگاه ژن را در حجره پیدا کنیم. برای این کار باید اول کروموزوم ها را بشناسیم و برای شناخت کروموزوم ها باید هسته را پیدا کنیم.
هسته کجاست؟ اگر به داخل حجره نگاه کنیم، قسمتی مدوری بزرگی در داخل حجره دیده می شود که تقریبا در تمام حجره ها وجود دارد. به نام هسته شناخته می شود. هسته دو وظیفه مهم در حجره دارد. اول اینکه تمام عملیات حیاتی سلول به وسیله هسته کنترل و هدایت می شود. به عبارت دیگر هسته مرکزی فرماندهی و مرکزی عملیاتی سلول و حجره به شمار می رود. دوم، به حجره اجازه تولید مثل می دهد. عملیات تولید مثل ابتدا از هسته آغاز می شود و سپس بقیه قسمت های حجره وارد این عملیات می شوند. در داخل هسته کروموزوم وجود دارد. اگر به خاطر داشته باشید در مباحث گذشته در رابطه با تضادهای هسته‌ای با هم صحبت کردیم. تضادهای هسته‌ای گفتیم موادی تضادی بود که از هسته یافت میشد. بعداً به شما گفتیم که اونها همون کروموزوم ها یا دی ان آ بودند. در اینجا این بحث تکمیل می شود که کروموزوم ها یا دی ان آیی که در هسته وجود دارد به دو شکل مختلف در داخل حجره دیده می شود. خب کروموزوم ها در حالتی که هسته به حالتی استراحت است یا به حالتی رشد و نمو است، در حالت عادی هر حجره کروموزوم ها به صورت رشته هایی در هم و پیچیده و باز شده است که حتی با میکروسکوپ های نوری هم با میکروسکوپ های الکترونی هم به آسانی قابل مشاهده نیست. این شکل از کروموزوم را کروماتین میگویند و در صورتی که هسته به حالت تقسیم در بیاید و بخواهد تقسیمات انجام دهد، این کروموزوم ها پیچیده می شوند و به صورت بسیار پیچیده و در هم در می آیند به شکلی که قابل مشاهده می شوند. ضخیم، درشت و قابل مشاهده به طوری که می شود با میکروسکوپ های الکترونی اونها را مشاهده نمود. پس در حجره عادی کروموزوم به صورت رشته های طویل در هم پیچیده که به آن کروماتین می گویند و در حجره در حال آماده تقسیم به صورتی ضخیم و کوتاه و منظم که به آن کروموزومی مضاعف شده میگویند. در هر صورت هر دوی اینها یک چیز است که به دو شکل مختلف در حجره مشاهده می شود. کروموزومی در حال تقسیم را می شود به دو شاخه تقسیم کرد. اگر خوب نگاه کنید یک قسمت به دو قسمت است که انگار در یک نقطه به هم وصل شده است. به هر کدام از این بازوها یک کروماتید میگویند و این نقطه‌ای که دو بازو را به هم متصل کرده نقطه سنترومر میگویند. نقطه سنترومر در تقسیمات حجروی نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی دارد. پس کروموزومی که به حالت فشرده در آمده از نظر ظاهر شامل دو بازو به نام کروماتید و یک نقطه اتصال به نام سنترومر است. انواع حجرات. اگر حجرات را بخواهیم از نظر نو تقسیم کنیم، حجرات بدن یک انسان سالم و کامل به دو دسته حجرات جسمی و حجرات جنسی تقسیم می شوند. چیزی که شما در شکل می بینید کروموزوم های یک حجرات جسمی است. حجرات جسمی انساج بدن را می سازد. تقریبا تمامی انساج و تمامی حجرات بدن حجرات جسمی بدن به شمار می روند. در این حجرات از هر کروموزوم یک جوره وجود دارد، یعنی کروموزوم های بدن به صورت جوره جوره است. کروموزوم شماره 1 دو جوره است، یک جوره است. کروموزوم شماره 2 یک جوره است، 3 یک جوره است، الی آخر که کروموزوم شماره 23 است. در حجرات جسمی 23 جوره کروموزوم دیده می شود. و این حجرات جسمی حجرات دو این کروموزومی گفته می شود. به همین شکل دوباره یک توجه بکنید. گفتیم 23 جوره کروموزوم در حجرات جسمی انسان دیده می شود. از این 23 جوره از جوره 1 تا جوره 22 را کروموزوم های اتوزوم یا کروموزوم های بدنی می گویند. کل صفات و ویژگی هایی که در بدن یک انسان وجود دارد از قد و رنگ مو و رنگ پوست و
شکل و قیافه و حتی خال کوچکی که روی پوست قرار میگیرد، در این کروموزوم ها یک ژن باید داشته باشد. کل صفات به وسیله این 22 کروموزوم کنترل و هدایت می شود. اما جوره 23 کروموزوم های جنسی نامیده می شود. کروموزوم های جنسی مسئول تعیین جنسیت فرد است. مرد یا زن بودن از طریق کروموزوم های جنسی شناخته می شود. اگر در کروموزوم جنسی شماره 23 یکی از کروموزوم ها X باشد و کروموزوم دیگر کروموزوم کوچکتر یعنی Y باشد، شخصی مورد نظر مرد خواهد بود و اگر هر دو کروموزوم X باشد، شخصی مورد نظر زن خواهد بود. این هم عکس کروموزوم های جنسی. این کروموزوم X است و این هم کروموزوم Y یا Y است که اگر این حالتی که شما اینجا میبینید مربوط به یک شخصی مذکر است. اگر هر دو کروموزوم X باشد مربوط به شخصی مؤنث است. این شد کروموزوم های جنسی. کروموزوم های جنسی در تمام حجرات بدن یافت می شود. اما اصطلاح دیگری داریم به نام حجرات جنسی. حجرات جنسی یا سکسیل همون گمیت ها هستند که از هر جوره کروموزوم فقط یک دانه در آنها موجود می باشد. یعنی در حجرات جنسی 23 جوره کروموزوم نیست، 23 دانه کروموزوم است. در حجرات جنسی 23 دانه کروموزوم است، یعنی از هر جوره یک دانه وارد حجرات جنسی یا گمیت ها می شود. این حجرات به نام حجرات این کروموزومی شناخته می شود. ژن چیست؟ کروموزوم را گفتیم که در داخلی هسته قرار دارد. کروموزوم ها اگر باز شوند گفتیم کروموزوم شکلی پیچ خورده و فشرده شده است. اگر باز شود به صورت تنابی دراز و باریکی در می آید که اگر روی آن دقت کنیم ژن ها را به صورتی دانه های پشت سر هم می بینیم. در این شکل ژن ها را روی کروموزوم برای شما نشان داده. کروموزوم در واقع مجموعه از ژن هاست که پشت سر هم قطار شده است. کروموزوم ها حاوی ژن است. ژن ها بر روی کروموزوم یکی پشت دیگری مثل دانه تسبیح قرار گرفته. ژن ها تعیین کننده مشخصه های خاص در انسان است. تمامی مشخصات انسان یا هر موجود زنده‌ای به وسیله ژن های آن تعیین می شود. هر انسان یا هر موجود زنده‌ای برای مشخصاتی که در بدن خود دارد قطعاً ژن آن را دارد و اگر توانایی را ندارد یعنی ژن آن را ندارد. مثلا رنگ مو، رنگ پوست، قد بلند، قد کوتاه، رنگ چشم یا هر مشخصه دیگری که شما در نظر بگیرید از طریق ژن ها تعیین می شود. ژن ها کنترل کننده تمام صفاتی در موجودی زنده هستند و این علم را به نام علم ژنتیک می شناسیم چون مطالعه آن بر روی ژن هاست. بحث ما در این جلسه به پایان رسید. به خاطر مسئله هایی که داشتیم بحث کمی طولانی شد. به سوالات کنکوری این بحث می پردازیم. کروموزوم از دو بازو به نام کروماتین، سنترومر، کروماتید هیچ کدام یاد دارید؟ بله، کروماتید ساخته شده. تعداد کروموزوم های جنسی در انسان 23 عدد، یک جوره، یک عدد، 23 جوره. 23 عدد تعداد کروموزوم هایی بود که در سلول جنسی یا در حجره جنسی یافت می شد، ولی تعداد کروموزوم های جنسی در حجره انسان یک جوره است. جوره شماره 23. در امتحان تزویج موجودی که فنوتیپی بارز را دارد با کدام مورد تزویج می شود؟ خالصی بارز، غالب خالص، مغلوب ناخالص. پاسخ سوال مغلوب. تی کوچیک را برای امتحان تزویج انتخاب کرده بودیم. دو بازوی کروموزوم در یک نقطه با هم وصل بوده که به نام ذیل یاد می شود. کروموزوم، کروماتین، سنترومر، ایزوزوم. شماره 3 جواب سوال از سنترومر. خب به پایان جلسه سوم از فصل 5 رسیدیم. به همه شما خسته نباشید میگوییم
و امیدوارم که مطالب این فصل ها خوب یاد گرفته باشید. خدا نگهدار شما.